آدمانی که به این مسافربر وارد می شوند نمیدانند که به یک حادثه غیر مقرری دچار می آیند. از آنها راهگیران نمی گیرند. آقای ما نکستون به پول روز جمعه امروز اقدام یک دعوت تقوی. خوجا مراد حلیموف با ماشین شخصیش در دوشنبه در خطسیر رقم 8 کار می کند. هر روز جمعه که برای مسلمانان روز مقدس است، به خاطر ثواب مسافران را رایگان به منزل می رساند. روزای جمعه گفتم یک به گذشتگان زکات ماشین یگان گناه کرده هستم، یگان حق یگان کس خودک باشم، خیلی هیچ نباشه. یگان آدم میفرماد دست میگفت که بر پدر به گذشتگان رحمت گوید همه کفایه. خوجا مراد میگوید هنگام مهاجرت کاری در روسیه همین گونه رفتاری هم مذهبانش را در روزهای مقدس و فارغ بالی هموطنانش را دیده ناموسش می آمد. به خود سوال دادم چوبا خلق ما هم کار نمیکند، چوبا ما هم کار را مثلا قیمت میکنیم، دو روز سه روز مونده ایده فایده میبیاریم برای مثلا صدقه کردن، خیر صدقه احسان کردن. ما همش با تماما دیگرگون میکنیم، با فایده خود ما میکنیم، احسان نمیکنیم. محیط خانواده ای را که خوجا مراد تربیت دیده است نمیتوان مذهبی گفت، اما خودش از جمله آن اعتقادمندان است که میگوید میخواهد ایمانش با عملش مطابق باشد. با خود همین که قرار دادم که من حتما تاجیکستان روم، صاحب ماشین شوم، اگر من یگان دکان کار کنم یا یگان چی کار کنم که مثال فایده بیارم، من احسان میکنم. خوجا مراد از ناحیه وحدت است و بعد از کار به خانه میشتابد. عائله‌اش از 6 نفر عبارتند. دلبر و خوجا مراد 21 سال پیش ازدواج کردند. با گفته همسرش خوجا مراد همیشه اخلاقی نیک داشت. در زندگی مردک خوب، پدر مهربان. خیرخواهی خوجا مراد برای اهل عائله‌اش یک عمل واجب و معمولی است و برایشان عجابت ندارد. ما حیرانیم، هیچ که باور میکرد اکا بی پول میکنه، آیوستی میفتیم ها بی پول، هیچ که باور نمیکنه. انگیزه این نکوکاریش را پیوندان و همسایه ها به تقواداریش ربط میدهند. همسایه ها میگویند خوجا مراد ثروتمند نیست، اما با این وجود کمکش به همه نزدیکان میرسد. اینا ما گفتیم اینجا سنگ میاره میرزیم، ما یگون تین دادگی نیستیم، خودش وری خمی سنگ پنگه خیلی مردک خوبه، اینا بتونه اگر مورم یورده میکنه. آدمی خیرخواه شده، بیاد خیرخواه، چونکه در مدتی که دارم خیلی زندگی می بدول روسیه میرم میومد، ماشین گرفت نه 10-12 سال شد در دوشنبه ده مارشروتکا کار میکنه. حلیموف برای انجام کاری خیر هر روز جمعه 50 لیتر سالرکا جدا میکند. این مصرف یک روزه ماشینش است و تا 20 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه مسافر میکشد. راهگیرا نگرفتن خوجا مراد میزاجان را حیران میکند یا شوخی میپندارند و این زمان کسانی هستند که با ناباوری به او مینگرند. بار میشه که تو من مشکل میشینم که یا سامان نگرفتن за проезд. تشکر میکنیم شونه روز جمعه. اقدام نیک یا یک روزی مسافربری رایگان اعلان کردن این راننده در حالی است که در این اواخر در دوشنبه بحث و مناقشه‌های راننده‌های مسافربر با مسافران برای راهگیرا بسیار زیاد است و قریب هر روز کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از مناسبت دغل راننده‌ها شکایت می‌کنند. خوجا مراد میگوید او هم یک زندگی عادی دارد و منبع اصلی درآمدش مسافربری است، اما با آنکه یک روز خود را پوره به مردم میبخشد میگوید نادار نخواهد شد.